دوباره خاک‌های کردگیشون این اهالی بشرفی چیکار کنن بشرفی اینا. 3 ماه است که سفربگ رحیمزاده در این مقامات را میکوبد تا به سؤالهایش درباره مرگ پسرش پاسخ گیرد. فرزند او سنت الله قادروف ماه اپریل امسال در وقت نوبتداری در سرحد به هلاکت رسید. مقامات گفتند که سبب مرگ سنت الله قادروف از بی احتیاطی تیر پراندن هم خدمتش بود، اما پدر سرباز به این فرضیه باور ندارد. شکایت اساسی ما که همه چیزی اکسپرت کو вообще دروغ گفتگی ما که ما این دلیلمون هست که تیر عقب زدگیش همه لوبای آدم ببینه میدونه یا ما رو فریب کردن که تیر پیش دلار هم خیلی گرفته وای کردن. ما فکر میکنیم که همون سربازی گمان بر شده کو همون هم دروغ کو گروزیت کردن پاستاویت کردن که همون رو محکم کردن. تلاش های ما برای صحبت با مفتش این پرونده بی نتیجه بود. دادستانی حربی در پاسخ به پدر سرباز نوشته است شکایت های پدر سرباز سنجیده شدند. نمایندگان دادستانی نوشتند کارشناسان مستقل طبی جسد سرباز را از قبر برآورده سنجیدند و اثبات کردند که تیر از طرف پیش پرانده شده است. با وجود این در پاسخهای رسمی مقامات درباره مرگ سنت الله قادروف اختلاف‌ها به نظر می‌رسند. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نوشته است همخدمت سنت الله به طور تصادفی از پشت به او تیر زده است. اما در پاسخ دادستانی حربی آمده است تیر از طرف پیش وارد شده است. سفربگ رحیمزاده با تکیه به پاسخ قشون‌های سرحدی میگوید قاتل پسرش شاید دیگر کس است. شوخی هم کرده باشن، بازی هم کردگی باشن، وقتی بازی کسا باشه چقدر تیر عقب میآید میزنه. اینجا بعد گفتن که این سرباز و همین سرپرکراتور گفتگی که 2 نفر پاسده بودگان. ما با ثبتای اوازی داریم که همون سالداتای چاس گرفتگی و مقصد رخصتی میان کو هم خدمتای هم بچم اوی ما گپ زاپیس کردیم که 3 نفر بودگان. انا 3 نفر نیست در اونجا اسپریت شده دیگه 3 نفرشون. اساسی گناهگار را بفهمن که ممکن که گون کماندیر روشی گون افیسر روشی کارو کردگی که دالشی بمی چیو را بقپن مقصد دالشی فرزند می کار شد فرزند دیگران نشوانی در این حالات گرفتار نشوان که عذاب ما کشیده استعمال مادرش کشیده مادرش اینا 4 ماه جوگاهی خوبه. با اتهام دست داشتن در مرگ سنت الله قادروف همخدمتی و اسدالله قربانوف در بازداشت است. دادستانی حربی علیه قربانوف با ماده سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی که باعث مرگ انسان شده است پرونده باز کرده است. کدکس جنایی برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. سرباز دستگیر شده ساکن شهر اصفهان است و معلوم نیست که تا کجا اتهام را قبول کرده است. رقم‌های والدین و ادوکت سرباز دستنارس بود. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن عسکران مشاهده شده است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.